که سرک خراب باشه و مرور ترافیک یا ازدامات یا حادثات دلخراش به بار میاره. واقعا این دلیل ما مصارف ما زیادتر میشه. کسی که بفهمه پایه خراب میشه، گلبرینگ خراب میشه، جمپین خراب میشه، کسی که مثلا به مشکلات همین اول خو ازدام ترافیک زیاد میشه، دوم مسافر به موقع نمیرسه. بس درآمد ما فیصد نقص داره. درآمد ما کمتر و یک خواهش ما از دولت داریم، مالیه میدیم، تکس میدیم، باید همین کار همین سرکار جور کنه. این بنا نمیشه که مثلا کمک نیا چه کار. سرکا بی حد و بی اندازه خرابه و ما یا 20 روز میشه که همین سرکار بکندم اندازه همین مایم که اسپورت کنم همین تو بمونده تا همین اسپورت نکردم آدم خساره من میشه. من دیکندار هستم سر ایجاد مطاب کرغندیا باعث حادثات ترافیکی میشه، یک گرد و خاک میشه، باعث آلودگی هوا میشه و خیلی گرد و درخت میشه. مثلا دیکون ما بسته هر دم ما پاککاری میکنه، بسته خاک میشینه، وقتی که بارون میباره بسته او میشه، وقتی موتور دیگه تیر میشه یک نفر دیگه تیر شه مثلا تار میشه یا لباسای کثیف میشه، بسته هم او میشه. سرکا موتورا که تیر میشه باز به کرغندیا میفته که مثلا بعض وقتا سه چرخه میفته که ما باز 2 نفری اور بالا میکنه. یک شخص از دریورای تاکسی در جاده مهتاب به خاطر از اینکه وقتی میرن که مثلا همو کندگیر تیر کنن فکر آدم نمیشه بغل موتور دیگه میخوره، حادثه دوچند میشه یا نفر نمیبینه. البته بیشتر همین کرغا که هست که کرغا خیلی قویداله نه که موتور میفته که جمپین لیک میکنه به ما خرج میتراشه. به نام خداوند بخشنده مهربان، انجینر خالد کلوخی، عامل سکتوری تکنیکی ریاست شهرداری دولت. آقای کلوخی قبلا گفته شد موضوع امروز ما در مورد خیابان‌های هرات است. در اول میشه بگید که مراحل ساخت یک خیابان چی هست؟ خیابان استاندارد. بسیار سوال جای دولی در قسمت طرح و دیزاین سرک‌ها میشه که من میتونم مراحل به شکل استاندارد همون نوعی که دیزاین میشه و شما تشریح کنید که در مرحله اول وقتی یک سرک دیزاین میشه کامراهای نصب میشه برای از اینکه عبور و مرور ارادجات برای از این ببینن که به چی تعداد وسایط خروج و وسایط سنگین برای از این جاده در مرحله بعدی از این سرک نمونه برداری خاک از این گرفته میشه، تستای سیریال گرفته میشه، مواد خاک از این توسط اون تستایی که گرفته میشه به لابراتوارها برده میشه و در لابراتوارها خود تحلیل قلبری از این میکنن یا سیو انالایز میبینن که دانه بندی همین مواد به داخل از این به چی شکل، آیا همین موادی که ما به این استفاده میکنیم به این مواد هست یا نه. اگر نیاز بود، اگر نبود خب مواد بیرونی به اضافه میشه، اگر همون مواد کفایت میکرد از اون مواد استفاده میشه. باز در قسمت بعدی بستر سرک دیده میشه، سرگیرید از این باز مواد برای اسکورس از این در نظر گرفته میشه و همون طریق کورس از این یا همون قسمت لایقی از این در نظر گرفته میشه. آیا وقتی در هرات انجاری ساخته میشه اداره شهرداری هرات این مورد متاسفانه که البته برای شما بگم که من به مدت 3 ماه میشه که به این بحث مقرر شدم، طوری که برای شما گفتم عامل سکتوری تکنیکی هستم، یک بخش تکنیکیه. به این بخش هیچ نوع همین مراحلی که ما به شما گفتم مد نظر گرفته نشده و در قسمت دیزاین از این همین مراحلی که ما به شما گفتم هیچ نوع دیزاینی به این مراحل اجرا نشده بوده و همین تیمی که حال به این قسمت ما همین تیمی که هستیم این مسائل همه مد نظر گرفته و تمام همین تستای سی بی آری که به شما گفتم و تحلیل غیربالی یا همین مواردی که برای
سرک استفاده میشه، مثلا سروی از خود سرک میشه، اینا همگی خوشبختانه مرحله. یعنی شما این قبل از شما قفلت وظیفی سویدیست در این صورت در رابطه یا قفلت وظیفه‌ای بگیم یا همون تجارب به یاد نداشتم. مثلا کسی که به رأس همین شعبه بوده کسی بوده که خود از انجینیر نبوده، نیاز بوده که باید انجینیر می بوده و مراحل ساخت یا دیزاین سرک 100%. کلا بستگی به این قرارداد هر کی بهتر بود شاروری هم قبول میکنه. ما به نرخی که شاروری با ما قرارداد میکنه همون نرخ ما میگیریم. به این خاطر از زمانی که ما خودمون به این سمت قرار دارم معمولا قرارداد شاروری با آدمان. تشکر. در شرطنامه‌ها یا قراردادهایی که مؤسسات یا دولت با طرف قراردادی که عبارت از شرکت‌های ساختمانی باشه در موردی که شما سوال میکنیم، یک از مواد گارانتی است و این گارانتی به شکلی که یک مبلغ پول اصل قرارداد که عبارت از 10% می باشه برای همون مدت گارانتی نزد مالک پروژه باقی میمونه. این مدت گارانتی از طرف مالک پروژه تایید میشه، پیشنهاد میشه و هر دو طرف قرارداد قبول میکنن و به فیصله میرسن، به طبق از او برخورد میشه. این که مدت گارانتی از این 1 ساله یا 3 ساله او مربوط به شرطنامه میشه که یا مربوط به مواد قرارداد میشه. به صورت عموم همینه که مدت گارانتی وجود داره به تمام ساختمان و به تمام قراردادها. این که مدت 1 سال یا 2 سال یا 3 سال یا بیشتر نظر به نوع ساختمان اینا فرق میکنه و این مربوط به میشه که دو طرف چی قرارداد کردن با. لیکن من که میبینم شاروری اقدام کرده به اصطلاح داغگیری یا پینه‌گیری یا ترمیم این سرک‌ها و خوشبختانه که برای اولین دفعه من میبینم که شاروری اما با اصول فنی میخواد که داغگیری جاده های تخریب شده اجرا کنه. و عبارت از اینه که اولین گام باید همون منطقه‌ای که فرض میکنیم به اندازه 1 متر مربع که به اشکال مختلف غیر هندسی و نامنظمه او به شکل مهندسی اگه 1 متر او به 1 متر یا 2 متر نظر به لازم دید او تبدیل میکنن که باید زیرسازی از این هم تامین شه، بعدن همو اسفالت که لازم داره. یعنی در واقع همین شکل که شما همین روزا میبینید، همین روزا من از 64 متر آمدم که همو جاهایی که میخوان ترمیم کنن اشکال هندسی مربع مستطیل زودانقدر طوری که مثلث و اشکال مختلف که ایجاب میکنه بوش از سرک خو از متر مربع های همین 1 متر مربع که به هزارها متر مربع تبدیل میشه که یک سرک میسازنی. همین متر مربع هم که ترمیم میشه در واقع همون متر مربع سرک هم سرک و این سرک باید به اصول سرکسازی ترمیم بشه که خوشبختانه چنین شروعی بکردن، در حال که در سالهای قبل ما به خاطر دارم که 1-2 منطقه اینا برش میکردن گویا یک نمایش بود، اما حالا میبینم که اکثر جاهایی که میخوان ترمیم کنن به شکل اشکال مهندسی که قدمه اول برش میشه و قدمه بعدی را ما امیدوارم که به شکل فنی از او تطبیق کنن تا بیشتر دوام کنه. این که داغگیری هایی که قبلا شده و باز میبینیم پس داغگیری در همین 64 متر که بار تطبیق شده بود داغگیری، این که تخریب شده علت اینه که به اصول فنی نشده، اما حال یک آغاز من میبینم که به اصول فنی شده و بسیار خبر خوشیه و قدم نیکیه و کادر فنی شاروری باید متوجه باشه که تمام معیارهای انجینری در ترمیمات در ساختمانات در هر آنچه به اونها مربوط میشه باید جدا مراعات کنن، به خاطر که شهر کار 1 روز و 2 روز و 3 روزه میباشه، برای سالیان سال دوامدار اینا ما از او باید استفاده کنیم و سطحی از او نگذاریم. موضوع کیفیت یک بحث بسیار پیچیده ایه، بدون یک از ظاهر سرک که ما میبینیم به چی شکل ساخته میشه، لیکن ما تا جایی که به ما ارتباط میگیره ما که میبینم جویچه هایی که در سرک های نو در شهر ایران ساخته شده و مخصوصا اگر خود کابل ما مقایسه کنیم
هیچ قابل مقایسه نیست و ما به کیفیت بسیار پایین و دور از معیارها و استانداردها قرار داریم و به همین شکل به شکل غیر معیاری تطبیق شده و یک نقطه کلونیه که جبران از هم بسیار مشکله. ما شما دیدیم که وظیفه یا میفهمین که وظیفه جویچه انتقال آب از سرک به بیرونه و در همین بارانهای اخیر که شد ما دیدیم که جویچه برداشته این باران نداشت و همین آب باران برای که مزاحمت و مشکلات برای ترافیک خلق میکنه عمر سرک رو بسیار پایین میاره. آب در واقع دشمن اصلی سرک اسفالت و هر سرک میباشه و اگه آبها شما میفهمین که وقتی بارندگی میشه سرک میلان معین داره که آب رو باید انتقال بده، آب باید استاد نشه بر سرک. اما زمانی که آب به ساعات بیشتر یا به 24 ساعت یا مدت زیادتر در سرک استاد میشه در واقع عمر سرک پایین میاره و این مشکل جوچه. ما از بابت جوچه ها چیزی که میبینم ما هیچ رضایت ندارم، غیر استاندارد ساخته شده و ما برای شورولی پیشنهاد میکنم که یک بار جوچه ها در کابل ببینن بعدا به هرات هم مانند از او بسازن و از او دیزاین استفاده کنن. و در مورد کیفیت سرک لابراتوار فقط میتونه که کیفیت سرک از لحاظ زیرسازی مراحل مختلفی که سرک داره به شمول اسفالت سرک این لابراتوار چی میکنه در ظاهر من نمیشه قضاوت کنم، این قضاوتیه که لابراتوار تصویر و بعدا همون چیزی که شما اول گفتین بعد عمر سرک و این که ما ببینیم که سرک به چی مدته ولو که لابراتوار هم نباشه ظاهرا مردم هم میتونن قضاوت کنن که این سرک چی وقت ساخته شد، چی وقت مورد برداری قرار گرفت و چی وقت تخریب شد و یا نشد. این قضاوتیه که بدون لابراتوار میشه و هم بعد از برداری میتونه تثبیت شه، لیکن پیش از او باید لابراتوار تثبیت